هموطنان نازنین سلام وقتتان بخیر. امیدوار هستم هر جایی که هستین صحت سلامت باشین و امروز به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. نازنین امروز ما آمدیم در یکی از گلخانه ها در شهر کابل که مربوط چهارراهی عبدالحق میشه و اینجا بسیار انواع مختلف گل هاست که شما همچنان اینجا مشاهده میکنین که بسیار گلای زیبا و مقبول است. آمدیم برای تهیه یک گزارش و همچنان ببینیم که تقریبا دهه دوم سال نو است، یعنی امروز 13 حمل است و ای که ببینیم هموطنان نازنین ما چقدر علاقمند هستند که اینجا بیاین و گل خریداری کنن و کسایی که اینجا گلخانه دارن و ببینیم که بازار کارشان چه قسم است و این گل ها را از کدام ولایات میارن و یا اینکه خودشان اینجا گلخانه دارن و همچنان ببینیم که چند نوع گل اینجا نگهداری میشه، بازار فروشات چگونه هست. شما هم بیننده برنامه باشین و برنامه را تعقیب کنین. هموطنان نازنین، ما صحبت می داشته باشیم با یکی از کسایی که در چهارراهی عبدالحق اینجا گلخانه دارن و ما معرفی میکنیم انواع مختلف گلای بسیار زیبا و مقبول که شما همچنان اینجا مشاهده میکنین. سلام بیادر، وقتت بخیر، خوب هستی؟ خوب هستم، بخیر جان جور. در ابتدا اگر یک معرفی داشته باشیم شما اسمتون؟ غلام رضا هستم. خب خودت چند سال میشه که مصروف فروش گل هستی و چقدر از این کارت راضی هستی؟ 2 سال میشه از کارم راضی هستم، خوش هستم، در جای گل هستم، طبیعت است، در خاطر گل هستم. خب خودت 2 سال میشه که اینجا کار میکنی، واقعا که صبح تا با گل آغاز میکنی دیگه همیشه شاد میباشی؟ بله با 100%. خب گل دیگه واقعا یکی از بخشای زندگی ما شماست. خب بازده اواخر بازار فروش چگونه است؟ چند نوع گل شما اینجا پرورش میتین؟ گل زیاف است نام خدا، 2-3 گلخانه دیگه پایین است دیگه. گل از خود ما رو تربیت میشه، از جای دیگه میآید، از جلال آباد میآید، از شمالی میآید، گل دنیا کس از شمالی میآید، قلمام میشه دیگه. همین نسل خود ما رو است. خودتان هم اینجا گلخانه دارین؟ باز مورد همی بر ما بگوین که این گلخانه‌ای که شما ساختین خودت 2 سال میشه اینجا کار میکنی، مختلف گل ها را از دیگه ولایات هم میارین؟ بله از کدام ولایت؟ از جلال آباد میآید. زیادتر از جلال آباد میاد؟ زیادتر از جلال آباد میاد. باز اسلام هم اینجا میسازین خودتان؟ اسلام میکنیم اینجا، باز چندان کاری میشه، دیگروشن زده میشه که مشتری بیا خوش کنه ببره، تزیین میکنیم شم برچینی. خب همین گلایی که شما در مقابل ما هستن به نام گلای چیات میشن؟ بسیار مقبول هستن، رنگ گلابیگک دارن یا که ستاره گل است. خب با اما تو تمیز زمستان گل کده میره دفتر. خب این گل زمستانی است؟ زمستان بار است، 4 فصل. در 4 فصل، یعنی دیگه پژمرده نمیشه، تو تازه میباشه؟ تو تازه از 4 فصل. این گل برام چیات میشه که کالتوس است. کارتوس؟ کالتوس بله. خب قیمت از چند است؟ بسیار مقبول است. قیمت تو 1500. 1500 است. این گل برام چیات میشه؟ یعنی سبز که هستم تو ساده. این کاست اسفنگ میگش. اسفنگ؟ خب باز میخرن هموطنا چون سال نو آمد. سال نو از دیگه عید میبرن، یگام تا دسترخوان میمونن. گلدار گل تازه؟ گل تازه بله. از کدامش میبرن مخصوصا به خانه؟ از کدامش خریداری میکنن؟ گلدارا میبرن، گلدارا دیگه سبز، یگام تا چیزا میبرن، وزارتا میبرن، یگام تا چیز میبرن، دفاتر میبرن؟ دفتر میبرن، هر جای چیز. بسیار خوب. اون طرف بریم و معرفی داشته باشیم انواع گل‌های دیگر. خب
این گل ها به نام چی یاد میشن؟ چطور نام خدا مقبول هستن؟ تاگل است، تاگل. خب تاگل. یاش که است کاکل احمدظاهر میگن، چمنگل هم میگشن کاکل احمدظاهر هم. به نام کاکل احمدظاهر یاد میشه. بسیار نامشان خوب شه دیگه. نام یک کاکل احمدظاهر یاد میشه. دیگه این احمدظاهر فوت کرده و گکا به نام چی یاد میشن؟ این گکا انار هستن، انار زینتی است، و دکروشن هستن. و دکروشن خانه بسیار زیباست. و او گل؟ یا شیت گروپ است. شیت گروپ. شیت گروپ. قیمت از این چند است؟ بسیار زیباست. هر کدام شکل من میبینم دیگه مقبولیتش نسبت به دیگهش بیشتره. بیشتر میشه. خب این گل؟ سرب است. این بسایه دیگه در داخل و اتاق دیگه جان است. خب این رشدش ما زمین گل داشتیم، رشدش یکمی بطی است، آهسته رشد میکنه. آهسته نمیکنه رشد. بسیار رشد زیاد است. اگر خود طریقش بفهمی یا بفهمی کد کار دارد، نگاه داشت کار دارد. خودت قبلا تجربه کار در گلخانه را داشتی یا که نام خدا نامایش میگیری که و همچنان در رابطه با پرورشش هم گفتی؟ در پرورش هم میکنم، من خودم قلم ها میتونم دیگه، از می کل از چیز کار گلخانه میتونم ان شاء الله. توکل الله. و این گل؟ این عربی راست که با جلد روی میزنیش عربی راست، شاخ بزرگ میکشه، اونجا پیش هست با جلد روی فایده داره دیگه، با چربی خون فایده داره از شما هست. خب با زورم میریم و میبینیم. و این گلا را اگه معرفی کنین که اینا پشت سرم هستن؟ کالتوس است یاره. کالتوس است یا با دکوریشن از داخل دفترها مانده میشه، تا سبز والا میشه در اخبار. بسیار خوب. هم گلی که گفتین به خاطر جلد از بریم امور رو معرفی داشته باشیم. بسیار زیباست اینجا دیگه هموطنای نازنین. ما امروز خدا با گل آغاز کردیم. کدامش است؟ این است. خب عربی را میگه با جلد روی هم فایده داره دیگه، بعد چربی خونم. باز قیمت از این چند است؟ برگکی یا برگکیش هم مفروشم، گلدانکیش هم. خب برگکیش چند مفروشین، گلدانکیش چند؟ یک برگش 50 روپیه است. خب 50 افغانی. گلدانش که است 2800 در رقم مفروشم. قیمت ترین گلی که شما با فروش میرسانین کدام گل است؟ 18000 روپیه است. خب دارین بریم امورا معرفی کنیم که چه نوع گلی است که 18000 قیمت داره. بریم. خدا مهربان است. خب همین گل است؟ قیمت از این 18000. 18000. این به نام چی یاد میشه؟ گنگی پام است. از در کدام ولایتی پرورش پیدا میکنه؟ یا دیگه اصلا جلال آباد ما میاد. در جلال آباد زیاد است؟ جلال آباد زیاد است. جلال آباد دیگه به نام همیشه بهار است. بهار است. اینجا هم همیشه بهار است. اینجا بسیار زیبا و مقبول است نام خدا. خب این گل هم گفتیم؟ کاکتوس است. کاکتوس است، بسیار زیبا و مقبول است. دیگه بریم به اون طرف. دیگه اینجا هم گلای دیگه که ما مشاهده میکنیم این گل است که تفاوت داره با اون طرف. این گل به نام چی یاد میشه؟ صدف است. خب بسیار زیباست. صدف قیمت از چند است؟ 150 روپیه. 150 افغانی. این قسمت ها دیگه به نام کاکل احمدظاهر یاد میشه. احمدظاهر است، خودش رفت و خیر از دنیا نکو. این کاکلش مانده و خودش رفته. این گل که به نام چی یاد میشه؟ اسفنج است. اسفنج است. خب گلای برگ دیگه او قسمت؟ او کاسه پاشان میکشن پایین میاین. خب کلان که میشه باز پایین میشه. بسیار زیبا. خب دیگه ما که میبینیم بسیار مختلف گلا اینجا است که هر کدامش که به نظر ما برسه ما معرفی میکنیم. این گل یا مروی راست و دکروشن است یا بعد جلد فایده نداره. خب زار داره یاش. خب زهری است؟ زهری هم داره دیگه، با جلد روی هم این وای زهری است کلاش. اونو قسمت؟ بالایش کلان خورد داره رقم است. و این گلک؟ تاگ گل؟ خب بسیار خوب. تاگ واره میشه، برگکش تاگ واره، برگای تاگ واره. اینا رو انتخاب میکنن به خانه. ما بیشتر جاها دیدیم. یا خانه میبرن یکم. باز چطور است قیمت ها در یه آخر؟ قیمت ها دیگه خوب است در آخر. اول چیز شود دیگه در نزدیکای چه وقت قیمت ها دیگه فروشات هم نظر خوب میشه. باز زمستان قدر نیست. زمستان خودتان دیگه میجه باز پرورش میدین و قدر فروشات نمی باشه؟ نه پرورش میدین باز سال دیگه سال نو است. سال نو دیگه میخره همه کس. بریم اون طرف دیگه. گل دیگه که بسیار مقبول معلوم میشه او گل است. به نام چی یاد میشه؟ مرجان است. به نام گل مرجان. بله مرجان. به نام گل مرجان. همون رنگ سفید کرده. رنگ سفید داره، رنگ سرخش هم هست. رنگ سرخش هم هست؟ بسیار خوب.
سه رنگ داره. دیگه همیار طرف که میبینیم همین کاکل احمد ظاهر است. ما خوش دارم همین جسد ما شهر طرف تیتش کردیم. خب علاقمندی خودت از دیگه کی هر طرف هر ماندی؟ طرف تیتش کردیم من دیگه روشن هم هست میره قمچنده میره من. بسیار خوب. این گل دیگه کدامه؟ مثل پنجی شیر است. پنجی شیر. خب این رو هم از جلال آباد میاری؟ یا جلال آباد است کلا می درخت را که میبینید یا کلش جلال آباد است. این درخت به نام چی یاد میشه؟ دنبروبا. بسیار نامای عجیب هم داره. دنبروبا. کاکل احمد ظاهر. دیگه چی یاد گرفتم؟ دنبروبا. پنجه شیر. پاشان. پاشان بسیار نامای گل آلورا. آلورا خوشبو. اینا خوشبو هستن؟ خوشبو هستن. خب بسیار خوب. حالا بریم اگه به طرف دیگه گلخانه تان دیگه پایین از گلخانه بریم. بفرمایید شما. ما هم آمدیم در گلخانه دوم. اینجا اما گلایی که ما معرفی گرفتیم تمامش در اینجا نگهداری میشه و ای که کدام نوع گل اونجا نبود ما هم آمدیم که معرفی بگیریم. این گلی که به شکل برگ مانند است ببخشین به نام چی یاد میشه؟ کالتوس است یا کالتوس؟ زار زقوم میگشه. زار زقوم. زقوم میگشه. ما در گلخانه که امروز تو میریم یک نام جدید یاد میگیریم. نام جدید یاد میگیری بخیر که تا هر وقت بیایجا. هر گل که آمد یاد میگیریم ان شاء الله. همین به نام زهر زقوم یاد میشه؟ یا زار زقوم میگشه. چرا با دوزخی است. خواهی دیگه گل دوزخی است. خب بریم حالا پیش و ببینیم که دیگه کدام نوع گل ها را دارین. ای گلایی که کنگوره است یا کنگوره؟ گل کنگوره. پایین میایم تو گل اینی تو پایین شده میره. یک قدر که کلانش هم تو پایین میره. پایین رفته میره. فکر کنم که باز بند میکنن. بند میکنه مثل اینی وار پایین بیاشه. بسیار خوب. معمولا دمی پنجره ها میمانند. بله. و دیگه گلایی که ما اینجا مشاهده میکنیم این گل ایگک. شیط گروپ است که بالا پیشتر یا تو سبزش یا سرخش است. رنگش مختلف است. مختلف است. بسیار خوب. یا از جلال آباد است. نه یا از تولید خود ماست. همینجا؟ از همینجا است. خب به نظر خودت گلایی که شما اینجا نگهداری میکنین در چگونه آب و هوا خوبتر رشد میکنن؟ در آب و هوای گرم باشه. گرم باشه؟ تا چند درجه باشه به نظرت؟ درجه شده دیگه نمیفهم اگه میگی که چک میکنی درجه را بریم در پایین سعی کنیم. چقدر گرم است چقدر. خب زنده و سلامت باشی بخیر باشی از اینکه خودت مختلف گلا را با ما به معرفی گرفتی. سلامت باشی. بخیر باشی. اینجا ایستاد شوین و در اخیر اگه خودت یک پیام داشته باشی به دیگه گل فروش هایی که گل چه قسم نگهداری کنن و همچنان به هموطن ها عزیز ما که در دفاتر خود گل ها را میبرن و از او استفاده میکنن در خانه چه قسم ازش محافظت کنن؟ محافظت از میکنن از ما گل خراب نکنن خوش نکنن هاش سر وقتش بتن چون وام یک پرورش میشه مثل یک طفل وار پرورش میشه دل زنده میکنه دیگه این پرورش از اینه که یک ما میگیریم قلمه میکنیم رشد میکنه مثل یک اولاد واره طفل واره پرورش میدیم چه خب یعنی باید هم اگه در قسمت حفاظت از این کوشا باشن چیز باشن تو گل خراب نکنن دیگه متوجه زیاد باش. زنده باشی. تشکر. سلامت باشی از اینکه صحبت کردی. بخیر باشی. بخیر باشی. هموطنان نازنین امروز شما مشاهده کردین که آمدیم در یکی از گلخانه ها در چهارراهی عبدالحق و همچنان شما مشاهده کردین که بسیار گل های زیبا و قشنگ. این قسمی که میبینین یکش در یک قسمت که ما ایستاده هستم بسیار یک گل زیبا هست و نامش نمیفهم کدام گل است ولی بسیار خوشبو هست و همچنان مقبول است. امروز آمدیم یک گزارش داشتیم در رابطه با انواع مختلف گل ها و همچنان شما
صحبت های مسئول اینجا را هم شنیدین که گل ها از ولایات مختلف میآیند و همچنان در داخل خود گلخانه هم اینجا پرورش میشن و چون سال نو از بیشتر هموطن عزیز ما با دیدن برنامه مطمئن هستم که اینجا میآیند و خریداری میکنن، چون خود گل یکی از نباتاتی است که برای ما شما یک الهام بخش است و ای که ما صبح خود با گل آغاز میکنیم و از بوی خوش ازی استفاده میکنیم و بوی خوش ازی به مشام ما میرسه، بسیار به صحت ما هم مفید است و همچنان بسیار فایده داره. و اینجا شما مشاهده کردین که بسیار گلا مقبول است که هر کدام از ایره که من میدیدم واقعا دیگه تعجب میکردم، بسیار زیبا هستند. با امید از که شما این برنامه خوشتان آمده باشه، نظریات و پیشنهاداتتان شما ایزان میتونید که در کامنت با ما شریک بسازین و تا برنامه بعدی که من شمین اجرابی با جمع از همکارانم در خدمت شما قرار میگیرم، همه تانه به الله پاک و بی نیاز امانت بسپارم. وقتتان خوش.